چاکرا چیست و چرا باید 7 چاکرای شما فعال باشند؟ درود بر شما دوستان و همراهان کانال راز موفقیت. امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت و پر از انرژی های مثبت باشید. عرفان هستم و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. موضوع این ویدیو رو به 7 چاکرا و اهمیت فعال بودن آنها در زندگی اختصاص دادم. شما بعد از تماشای این ویدیو متوجه خواهید شد که کدام چاکرای شما فعال و یا غیر فعال است. پس حتما تا آخر این ویدیو من رو همراهی کنید و امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید. در بدن انسان مراکزی وجود دارند که به آنها مراکز انرژی یا چاکرا گفته می شود. این مراکز 7 گانه قدرتمند در ستون فقرات در کالبد انرژی انسان قرار دارند و در واقع رابط بین روح و جسم هستند. چاکراها مدام در حال چرخش هستند که به آنها نیروی حیات هم می گویند و بخش‌های بسیار مهمی از کالبد انرژی محسوب می شوند. چاکراها بر روی شبکه‌ای از مجراهای باریکی به نام نادی در سراسر بدن جریان دارند. در کالبد انسان هزاران نادی وجود دارد. چاکراها روی نادی اصلی قرار دارند و در سر تا سر ستون فقرات جای گرفتند. چاکراهای اصلی اعضای حیاتی کالبد فیزیکی انسان را کنترل می کنند و به آنها انرژی می دهند. این چاکراها مانند نیروگاهی هستند که اگر به خوبی کار نکنند اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار می شوند، زیرا برای درست کار کردن انرژی حیاتی کافی را ندارند. هدف اصلی از درک کردن و کار با چاکراها پدید آوردن وحدت و یک پارچگی در درون شماست. شما با پاکسازی یا فعال کردن چاکراها می توانید با ماهیت اصلی خود آشنا شوید. این امر می تواند شما را در آزادسازی نیروی ذاتی تان کمک کند و شما را توانا سازد تا در زندگی سرشار از فراوانی، شادی، سلامتی و آرامش شوید. هرچه انرژی درونی شما که ناشی از چاکراهاست بیشتر باشد، شما انرژی مثبت بیشتری به کائنات ارسال می کنید و به همین شکل هم انرژی های بیشتری از کائنات دریافت می کنید. در نتیجه تغییرات مثبت شگفت آوری را در زندگی خود تجربه می کنید. کالبد فیزیکی شما دارای میدان انرژی مغناطیسی است که به صورت تخم مرغی شکل بدن شما را احاطه کرده است. این میدان انرژی هاله نامیده می شود و به صورت معمول قابل دیدن نیست، ولی با دستگاه‌های مخصوص این هاله انرژی قابل اندازه‌گیری است. هاله انرژی انسان توسط 7 چاکرای اصلی به وجود می آید. قابل ذکر است که در بعضی از بیمارستان‌ها از حاله اشخاص عکس گرفته می شود و از این طریق می شود تشخیص داد که شخص در خطر بروز چه بیماری است. در اصل چاکراها مراکزی برای تبادل انرژی هستی و کائنات با بدن می باشند. انرژی کائنات از طریق 7 چاکرای اصلی وارد بدن شده و یا از آن خارج می شود. بنابراین اگر چاکراها در تعادل و هماهنگی باشند، به انسان در مسیر رسیدن به تکامل کمک بسیاری می کنند و می توان هر مشکل جسمی یا روحی را از این طریق درمان کرد. در اینجا به معرفی 7 چاکرای بدن می پردازم. نام چاکرای اول مولادهارا است که اسم دیگر آن چاکرای ریشه می باشد. این چاکرا در نشیمنگاه انسان قرار دارد و به رنگ قرمز شناخته می شود. چاکرای مولادهارا هویت فردی قدرتمندی را در شما به وجود می آورد. این چاکرا چگونه زندگی کردن و تعامل داشتن شما با دنیای پیرامونتان را تحت تأثیر قرار می دهد. چاکرای مولادهارا یا چاکرای ریشه همانند ریشه های یک درخت به هم گره خورده و نشان می دهد که شما تا چه اندازه می توانید جای خود را در زندگی محکم و امن سازید. این چاکرا نشان دهنده نیازهای اولیه و ابتدایی انسان است. نیازهایی مثل پناهگاه، امنیت، آب و غذا و همبستگی است.
هنگامی که چاکرای ریشه فعال باشد، شما احساس می کنید که زندگی کاملی دارید و زندگی به شما لبخند می زند و از شما حمایت می کند. و اما زمانی که این چاکرا غیر فعال و مسدود باشد، احساساتی مثل ترس، ناامنی، خستگی، اضطراب و افسردگی را تجربه می کنید. چاکرای دوم نامش شاوادهیستانا است. این چاکرا بین ناف و استخوان لگن و درست بالای چاکرای مولادها را قرار گرفته است و به رنگ نارنجی شناخته می شود. این چاکرا با نیاز جنسی، اعتماد به نفس، خلاقیت، عواطف و توانایی ارتباط با دیگران در ارتباط است. زمانی که این چاکرا فعال باشد، شما احساس فراوانی، خلاقیت، رضایت و خوشحالی حاصل از برقراری ارتباط را تجربه می کنید. و اما اگر این چاکرا غیر فعال و مسدود باشد، موجب می شود که شما احساساتی ناپایدار، عدم خلاقیت، اختلال در عملکرد جنسی، تنهایی و احساسات ناخوشایند را تجربه کنید. چاکرای سوم نامش مانیپورا است که در ناحیه بالای ناف انسان قرار دارد. نام دیگر این چاکرا چاکرای خورشیدی است و به رنگ زرد شناخته می شود. این چاکرا با عنصر آتش در ارتباط است و نشانه اراده، انگیزه و هدف است. اشخاصی که با اراده و انگیزه هستند و هدفمند زندگی می کنند، این قسمت چاکرای آنها فعال است. زمانی که این چاکرا فعال باشد، شما اعتماد به نفس و انگیزه داشتن را تجربه می کنید. و اما اگر این چاکرا غیر فعال باشد، موجب می شود که شما عزت نفس پایین داشته باشید و همیشه در زندگی احساس کمبود کنید. چاکرای چهارم نامش آناهاتا است. نام دیگر آن چاکرای قلب است و به رنگ سبز شناخته می شود. این چاکرا نشانه عشق، مهربانی، بخشش و پذیرش دیگران است. انسان‌هایی که با محبت هستند و به دیگران عشق می‌ورزند، چاکرای قلب آنها فعال است. و زمانی که این چاکرا مسدود و غیر فعال باشد، موجب رفتارهای حیله‌گرانه و فریبنده و احساس بی‌ارزشی در فرد می‌شود. نام چاکرای پنجم ویشودها است که در ناحیه گردن قرار دارد و به رنگ آبی روشن شناخته می‌شود. این چاکرا برای صداقت، حقیقتگویی و روابط اجتماعی انسان است و مستقیم با صدای شما در ارتباط است. هم صدایی که از گلوی شما بیرون آمده و شنیده می شود و هم صدایی که نشان دهنده حقیقت درونی شماست. فعال بودن این چاکرا به شما کمک می کند تا قدرتمندانه در موضع حقیقی خود قرار بگیرید و قادر خواهید بود که آزادانه در رابطه حقیقت درون خود با دیگران گفتگو کنید. و زمانی که این چاکرا غیر فعال باشد، موجب می شود که شما در ابراز نیازها و اندیشه و افکارتان با مشکل روبرو شوید و در مسائل زندگی قادر نخواهید بود که همیشه حقیقت را بازگو کنید. نام چاکرای ششم آجنا است که در ناحیه پیشانی میان دو ابرو قرار دارد و نام دیگر آن چاکرای چشم سوم است که به رنگ آبی تیره شناخته می شود. این چاکرا نماد جهانبینی، جایگاه حقیقت درونی و نگرش بیرونی شما در زندگی است. چاکرای چشم سوم زمانی که فعال باشد، باعث می شود که شما صدای بینش درونی خود را به وضوح و روشنی بشنوید و به آگاهی معنوی بالایی دست پیدا کنید. و اما اگر چاکرای چشم سوم غیر فعال و مسدود باشد، باعث می شود که شما در دام منطق و آنچه که دیگران از آن به عنوان واقعیت نام می برند گرفتار شوید و در دنیای فیزیکی خود به صورت کامل سردرگم شوید. ساهاشرارا نام چاکرای هفتم است. نام دیگر این چاکرا چاکرای تاج است که به رنگ بنفش شناخته می شود. چاکرای تاج در بالای فرق سر شما قرار گرفته است. این مرکز انرژی نشان دهنده خرد و هوشمندی شماست و در خارج از بدن انسان قرار دارد. بسیاری از افراد معتقد هستند که چاکرای تاج نماد این است که شما روحی هستید که در حال حاضر انسان بودن را تجربه می کنید. این چاکرا برای یکی شدن با کائنات و عالم هستی است. زمانی که این چاکرا فعال باشد، موجب می شود که ارتباط شما با جهان فیزیکی فراتر رفته و وابستگی زمینیتان از بین برود و به این درک می رسید که شما خیلی فراتر از
جسمتان هستید. غیر فعال بودن چاکرای تاج موجب می شود که شما همیشه در تمام مسائل زندگی ترس داشته باشید و به همه چیز وابسته شوید. و در کل غیر فعال بودن این 7 چاکرا موجب می شود که شما پریشانی و آشفتگی را در تمام زوایای جهان بیرونی تجربه کنید و از پرورش و رسیدگی به بخش‌های عمیق‌تر وجودی خودتان و قدرت درونتان غافل شوید. خوشحال میشم که نظراتتون رو برام کامنت کنید و برام بنویسید که با توجه به توضیحات کدام یک از چاکرای شما فعال است. و فراموش نکنید که این ویدیو رو با دوستان خود به اشتراک بذارید و حتما در اینستا و تلگرام کانال راز موفقیت رو دنبال کنید. لینک این دو کانال رو در قسمت توضیحات میتونید پیدا کنید. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای تک تک شما دوستان عزیزم، تا ویدیو بعد، بدرود.